گمانم چیزی عجایب‌تر خواهد بود. سلام علیکم از ناحیه ورزم نارزوی فریدون جان من جای اول رو گیرم. معلش فریدون جان خیرت یک بار سر مقصد آمدیم بسیار فکری خوب است. یکی نصیب شما باشه. فریدون با شما یگان یاردمچی لازم؟ یک سوال داشتم. اگر تو به دور دوم گذری ما رو با چی قایل میکنی؟ اگر به دور دوم برم ممکن با کورچه و تبر کنیم. این هنر است که آموختیم از سن 6 سالگیم با همه کار مشغول بودم. بعد استاد داشتم کشه کمپانی میگفتن. تیشه کمپانیا شیشه کمپانیا نبود. من راضی هستم علال خصوص که شما به دور دوم گذارید و با شما موفقیت خواهانم. تبریک. گفتن با کردو با کردو تیشه انتظار میشه. شما چقدر از عهده انا همین کارها میبرید؟ برای شما مشکل نیست؟ اپا جان از سن خردسالی ده همه ذوق کار داشتم.